با نام و یاد خدا. سلام و وقت بخیر خدمت علاقه‌مندان به فوتبال، بینندگان محترمی که همراه ما هستند با پخش زنده دیدار سپاهان و تراکتور از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر ایران، دیداری که بین دو تیم سوم و پنجم جدول برگزار میشه. ارسال به روی دروازه، این ضربه سر و توپی که در دستان پیام نیازمند قرار میگیره. دید کدام یک میتونه برنده باشه. توپ در اختیار بازیکنان سپاهان داخل محوطه، موقعیت برای گل اول و توپی که توی دروازه قرار میگیره. گل اول این سپاهان اصفهانه که به ثمر میرسونه. زد و دروازه تراکتور رو باز کرد در 8مین دقیقه این مسابقه. سپاهان 1 تراکتور 0. ببینیم تو صحنه آسه حرکت عیسی مرادی، اصرارش به این که توپو مال خودش بکنه جواب داده، اینطوری دروازه تراکتور رو باز میکنه. حالا باید دید واکنش تراکتور نسبت به گلی که دریافت کرده چه خواهد بود. ارسال رو به جلو داخل محوطه جریمه، موقعیت میرفت برای تراکتور. ارسال رو به جلو، غفلت خط دفاعی سپاهان، ضربه کامسوبا و توپی که به نظر به دست اخباری خورده. کارت قرمز برای محمد رضا اخباری. این حرکتی که کامسوبا انجام داد، ضربه چیپشو زد دستان باز محمد رضا اخباری که به نظر خورد به دستش. تو این صحنه به چه ترتیبی ضربش رو میزنه، سوت داور به صدا در اومده. رضاییان حرکت میکنه و توی دروازه یه گل تماشایی رو به ثمر میرسونه رامین رضاییان و رضا کاخساز نتونست دروازه تیمش رو نجات بده. تیم 10 نفره تراکتور اینطوری و روی این ضربه از رامین رضاییان دروازه خودش رو باز شده میبینه، دور از دستان کاخساز. برای بار دوم دروازه تراکتور در این مسابقه فرو میریزه. لو داد رامین رضاییان، برگشت توپ توسط نورافکن، گستاو ضربش رو میزنه از بالای دروازه سپاهان با اختلاف نسبتا زیادی به بیرون. احمدزاده کوتاه کار میکنه، مسعود ریگ از راه دور ضربش رو میزنه. یه ضربه خطرناکی از کنار دروازه تراکتوریا با اختلاف اندکی به بیرون میره. چیزی نمونده بود یه سوپر گل تماشایی رو بزنه مسعود ریگی. توپ زده، توپ هم در اختیار داره داخل محوطه جریمه، موقعیت برای سپاهان و گل سومش رو که به ثمر میرسونه. عیسی مرادی خودش رو 2 گله و سپاهان رو 3 گله میکنه توی این مسابقه. خوبی که از سمت راست تدارک دیدن بازیکنان سپاهان و منجر به گل سوم اونها میشه. یه اشاره کرد به توپ عیسی مرادی تا دروازه تراکتور رو برای بار سوم باز کنه توی این مسابقه. سپاهان 3 تراکتور 0. ارسال زمینیش به مقصد نمیرسه. ریکاردو آلوز توپو در اختیار گرفت، عباسزاده یه ضربه رو از همونجا میزنه که توپش به بیرون میره. از بازیکنان اونها داره شکل میگیره. انتقال توپ به سمت چپ و برای ارسال توپ داره احمدزاده. ارسال رو به جلو، موقعیتی که هست برای سپاهانی اما توپ به بیرون رفت و این موقعیت برای اونها از دست میره. سپاهان ارسالی که روی دروازه انجام میشه و این ضربه سر از هادی محمدی که به تیرک دروازه برخورد میکنه و به بیرون میره. تراکتوری هم رضا کاخساز در چارچوب دروازه قرار داره. رامین رضاییان، اجازه بدین حمله رو ببینیم. یه ارسال به روی دروازه و موقعیتی که از بین میره برای تیم سپاهان و آسیلی رو برای اونها به همراه نه. 21 بازی از 23 بازی قبلیشون تو رقابت‌های لیگ برتر شکست نخوردن. رضایی این ضربه و توپی که توی دروازه حالا قرار میگیره، یکی از ستای خورده رو کاوه رضایی برای تراکتوریا جبران میکنه. اینی ما هم تو صحنه سه حرکتی که انجام دادن بازیکنان تراکتور، کنترل توپ کاوه رضایی محو کرد مدافع مقابلش رو، به این زیبایی ضربه‌اش رو زد تا حساب کار 3-1 بشه. بازپسی از بازیکنان سپاهان، حسینی داخل محوطه جریمه ضربه‌اش رو هم میزنه و رضا کاخساز این بار توپو جمع میکنه. سپاهان ارسال به روی دروازه و این ضربه سر که ببینیم میره تا از کنار دروازه رضا کاخساز بازی رو به جریان میاره. تک ضربه از عباسزاده به سمت چپ، جایی که ریکاردو آلوز حضور داره. موقعیت برای تراکتور داره فراهم میشه. یه پاس رو به جلو، عباسزاده و این ضربه توپش به بیرون میره تا نیازمند بازی رو به جریان بندازه. در اختیار بازیکن سپاهان قرار داره یه ضربه از راه دور، باز هم خطر روی دروازه تراکتور میاد و توپی
که راهی به چارچوب نداره. توپ بلند به داخل محوطه، توی نبرد هوایی موفق بازیکن تراکتور این ضربه سر و یکی دیگه هم جبران میکنن. آرش قادری حساب کارو 3 مردم میکنه. هادی محمدی ببینیم تو صحنه آهسته چه تاثیر گذاشتن روی توپ. ضربه سر آرش قادری بود که دروازه سپاهان رو باز کرد. خیلی خوب زد ضربه سرش. تراکتور رضا اسدی روی پای راست ضربه‌اش همونجا میزنه. فرشاد احمدزاده سپاهان یه ضربه و گل 4م برای سپاهانیا به ثمر میرسه. کار یه جورایی تموم میشه برای تراکتوریایی که امیدوار بودن تا به این بازی برگردن، اما شهریار مغانلو تیر خلاص رو میزنه به اونها. ببینیم ما هم تو صحنه آهسته ارسالی که انجام داد فرشاد احمدزاده، ضربه سر شهریار مغانلو و دیگه مدافعانی که نتونستن خوب دفاع کنن و رضا کاخسازن به عنوان یه تماشاگر نظاره‌گر این گل بود. سپاهان 4 تراکتور 2. محوطه جریمه فرشاد احمدزاده میتونه ضربه رو بزنه داخل محوطه. موقعیت هست برای سپاهان و مغانلو. گل 5می که به ثمر میرسه اما مردود هستش. این تیم تراکتور بزنه به داخل محوطه جریمه. میلاد کرو این ضربه سر. این دیدار رو داریم سپری میکنیم. نیازمند با یه ضربه بلند کارو به جریان میندازه. جمسوت پایان بازی به صدا در میاد. برتری 4-2 سپاهانیا در خانه خودشون و کسب 3 امتیاز ارزشمند این دیدار. امیدوارم از تماشای این دیدار لذت کافی رو برده باشید. تا دیدار دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.